فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری آقا عمر از بانه پرسیدن که آیا پیوند اعضا در فقه اهل تسنن جایز است؟ لطفاً بیان فرمایید. درباره پیوند اعضا باید یک سری شرایطی رو انسان باید در نظر داشته باشه. نمی شود که یک حکم کلی رو علی اطلاق در این زمینه و یک فتوای عمومی رو صادر کرد. پیوند اعضا چندین حالت دارد. اول اینی که پیوند اعضا یعنی عضوی که پیوند می شود از خود فرد باشد یا از فرد دیگری باشد و طریقه حصول اون در واقع عضو به چه صورتی باشه. در صورتی که این عضو از خود فرد هست، مثلا از یک جای بدنش قطع می شود به جای دیگرش مثلا پیوند زده می شود، این با چندین شرط جایز هست. اول اینکه حتما باید نیازی وجود داشته باشه در این زمینه که بدون نیاز اگر باشه، فقط به خاطر تنوع باشه، فقط به خاطر یک آزمایشی باشه، در این صورت جایز نیست. فقط در صورتی جایز هست که در بدن انسان ولو اینکه خودش باشه با رضایتش باشه در خود تصرف بکنند که اون فرد حتما یک نیاز مبرمی برای این کار داشته باشه. و شرط دومش این است که هیچ گونه خطری این فرد رو تهدید نکند. مثلا اگر امکان داشته باشد که مثلا این پیوند عضو انجام بگیرد، قطع بکنن این عضو را از یک جایی و به جای دیگر اینو پیوند بدهند، احتمال دارد که ضرر بیشتری به این فرد بیمار میرسد. در این صورت هم جایز نیست. و شرط سومش این است که حتما باید که این در واقع حد اقلش این است که گمان غالبی باشد برای اینکه این عمل و این جراحی به اصطلاح موفق از در خواهد آمد. و اگر یعنی قطعا 100% مطمئن باشند که چه بهتر، حد اقلش این است که ظن غالب و گمان غالب این باشد. اگر متردد باشند یا گمان غالب این باشد که این عملیات و این در واقع عمل جراحی جواب نمیدهد و موفق نخواهد بود، در این صورت هم جایز نیست. پس بنابراین پیوند عضو از خود فرد به خود فرد با 3 شرط جایز هست که یکی این که نیازی باشد، دوم این که از خطر به اصطلاح خطری وجود نداشته باشد برای زندگانیش، و سوم این که مطمئن باشند که این عمل در واقع جوابگو خواهد شد و موفق خواهد بود. اما در صورتی که این پیوند عضو از یک فرد دیگری باشد، این به صورت یک حکم کلی من بیان میکنم که خرید و فروش کردن اعضای انسان به هیچ گونه جایز نیست. درست. که یک انسانی مثلا به خاطر اینکه نیاز مادی دارد اعلام بکند که من کلیه خودم را میفروشم یا یکی دیگر از اعضاش میفروشد، این خرید و فروش کردن اعضای انسانی به هیچ عنوان جایز نیست. اما بحث تبرع هست. یکی که هدیه میدهند، مثلا یک فردی حاضر هست که یکی از کلیهاش رو هدیه بدهد به یک فرد دیگر، در این صورت هیچ اشکالی ندارد که جایز هست به اصطلاح هدیه دادن عضو به یک فرد دیگر، به فردی که بیمار هست و نیازمند هست، منتها به شرط این که این اهدای عضو منجر به مرگ فرد اولی نباشد، یا اینکه به صورت کلی یکی از حواسش رو به صورت کامل مثلا از بین بران. فرض بکنید یک فردی فقط یک چشمی رو دارد، اگر این یک چشم مثلا هدیه بدهد به یکی از اقوام خویشاوندان، به صورت کلی نمیبیند، یا بیناییش هست، شنواییش هست، یا به صورت کلی حیاتش هست، در این صورت تبرع جایز نیست. فقط در صورتی تبرع و اهدای عضو جایز هست که این هیچ گونه ضرری رو برای اون فرد هدیه دهنده در واقع نداشته باشد. پس بنابراین معامله کردن جایز نیست که اینو به عنوان یک تجارت قرار بدهند. و همچنین تبرع کردن به اعضای تناسلی، اینم علما اینو بیان کردند که جایز نیست، زیرا که اینجا بحث اصل حرمت و اصل نسب و در واقع در میان هست، بین خاطر جایز نیست. حتی کسانی که بیمارانی که دچار سکته مغزی شدند، قول ارجح علما در این زمینه این است که باز هم قطع عضو که از یکی قطع بکنن و به فرد دیگری اینو در واقع پیوند بزنند باز هم جایز نیست، زیرا که در موارد بسیار زیادی این به وجود آمده و اتفاق افتاده که حتی همین فردی که ضربه مغزی شده و از نظر پزشکان یعنی مغزش مرده، باز هم یعنی اتفاق افتاده که این فرد دوباره سلامتی خودش را در واقع به دست بیاورد.
و اون کسی که شرط دیگرش این است، اون کسی که این هدیه رو انجام میدهد و میگه من حاضر هستم که عضو خودم رو به کسی دیگر هدیه بدهم، این خودش یک انسانی باشد که اهلیت داشته باشد. این که انسان یعنی صلاحیت این رو داشته باشد، مانند مثلا بچه نباشد که خیر و شر خودش رو نداند، یا مجنون و دیوانه نباشد که گفتارش اصلا به صورت کلی در واقع اعتبار نداشته باشد. یا اگر مثلا فرض بکنید در یک جای قطع دستی صورت گرفته که امکان نداره که اینو به صاحبش برگردانند، این در این صورت هم جایز است که این پیوند عضو انجام بگیره. اما در غیر این حالات پیوند عضو جایز نیست.